سلام دوستای عزیز، امید جور و صحتمند باشین. من سلیمان ولیزاده با همکار خوبم با برنامه جدید خدمت شما هستیم. میریم بیشتر از مقدس جان میشنویم. بله دوستای عزیز، من به نوبی خود سلام خدمت شما عزیزان میکنم. امیدوارم هر کجا که هستین جور و صحتمند باشین. قسمی که سلیمان جان در شروع یادآور شد با یک برنامه جدید که از پیش در خدمت شما هستیم. برنامه ما برنامه تفریحی است. امیدوارم که لبخند بر لبان شما عزیزان بیاریم. برنامه ما را حتما بیننده باشین و از چینل یوتیوب 7 استار استودیو فراموش نکنید. بله دوستای عزیز، امروز نوبت من است که با سلیمان جان چالش انتخاب کنم. بیشتر بیننده باشین. در جایی که رسیدیم چالش سلیمان جان میگم، فعلا هم خودش هم خبر نداره که چی چالش ما براش انتخاب کردیم. امید که یک چالش باشه که بتونم پیش ببرم. میتونی، مجبور هستی پیش ببری. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشین. من مقدس همان با همکار خوبم سلیمان جان در خدمت شما هستیم با برنامه چالش. امروز من با سلیمان یک چالش دارم، ببینیم که زودش برآمده میتونه یا خیر. سلام دوستای عزیز، من سلیمان ولیزاده. امید یک روز خوب و خوش داشته باشید. امروز با همکار خوب مقدس جان آمدیم برنامه چالش. نمیفهمم که چی چالش داره، چی برنامه داره دیگه. ببینیم دیگه، امید که سخت نباشه. من لیاز کردم در این هوای گرم، چون هوا خیلی گرم است، نخواستم خودت زیاد بزنم. بریم با هم یک جا میبینیم که چالش سلیمان جان چی است. دوستای عزیز، خود سلیمان هم تا فعلا از چالشی که ما براش داریم خبر نیست. با هم بیننده باشین، میبینیم یک جایی. بله دوستای عزیز، قسمی که میبینین چون هوا گرم بود من نخواستم سلیمان به زحمت شوه. امروز خواستم که تربوز فروشی کنه. در نخست همراه صاحب اینجا یک معرفی میشیم، ببینیم که اینا در طول یک ساعت چقدر تربوز میفروشند. باید سلیمان جان هم در مدت یک ساعت به مو اندازی که اینا در طول روز میفروشند سلیمان هم به فروش برسانه. سلام، خوب هستین؟ خسته نباشین. باشه، بخیر هستین. سلامت باشین. شما در طول روز فروشاتتان چقدر است، به چی اندازه است؟ هم ساعت 3 رسیدم. شما کیلوگکی میفروشین؟ در طول یک ساعت چند دانه تربوز به فروش میرسانید؟ آره 20 تا میشه. خب پس سلیمان هم امروز مجبور است در طول یک ساعت 20 تا تربوز به فروش برساند. چطور است سلیمان؟ واقعیتش بسیار مشکل است. ما توانست کاری که نکرده باشی واقعیت بسیار مشکل است مقدس جان، چون امروز چالش است دیگه. باید از کاری که گفتم من انجام بدم، اما منتظر برنامه من باشی. اختاری هم ایچنیم امروز، یعنی گفتم هوا گرم است، کار زودتر خلاص یا چالش تربوز فروشی رو برات گرفتم. خوب خسته نباشی، میتونی شروع کنی در کارت. چالش است، باید از پیش برومش. بله باید مجبور هستی در یک ساعت 20 تربوز به فروش برسانی. اگر فروخته نتونستی چالش دیگر رو روز بعدی ما باید انتخاب کنم. خب مشکل نیست. درست از دوستا بیننده باشین که امروز سلیمان چی کار میکنه. دوستان عزیز، میریم با هم یک جا میبینیم که امروز سلیمان جان با تربوز فروشی چی حال داشتن، چگونه سپری کردن. با ما همراه باشین. سلام سلیمان، خسته نباشی. علیکم سلام، زنده باشین. والا امروز چالش تربوز فروشی بود. واقعیتش چالش بود که من کوشش خود کردم
2 دانه تربوز به فروش رساندم. چگونه بود کارایت؟ مشتریاش چه قسم بود؟ تربوز قیمت میفروختی ارزان؟ به تربوز به چی اندازه؟ گرچند چون وقت تربوزم تازه شروع شده، تربوز یک ذره قیمت می باشه، کیلوی 15 افغانی به فروش رساندیم. تربوز فرا بود، واقعا خیلی تربوز خوبیش. دیگه ما امروز با 2 دانه به فروش رساندیم. بله دوستای عزیز، قسمی که دیدین امروز سلیمان جان در کار خود موفق شد. نام خدا در این مدت کم کلا درباره تربوزا معلوماتش کامل شد. خب سلیمان عزیز، خدا کنه امروز چالنجی که برات انتخاب کردیم سخت تمام نشده باشه و دیگه برنامه بالای من رحم کنی. خب با امید برنامه‌های جدید انشالله دیگه کارهای چالنجی است که باید از خودت انتخاب کنیم انجام بدم، چون کار ما است که ما بیننده‌های خود لبخند بیاریم. بله دوستای عزیز، من بیشتر از این مزاحم سلیمان جان نمیشم. باش ببینم که به چه اندازه دیگه دکانداری میکنه و تربوز به فروش میرسانه. با ما همراه باشین تا دقایق اخیر برنامه. دوستای عزیز، تا فعلا که دیدین کار سلیمان جانم نام خدا خوب دکانداری کرد. سلیمان چطور گذشت؟ والا بسیار مشکل بود، چون که امروز ما میبینیم کسایی که امروز کار میکنن واقعا عرق میریزونن، میاین اینجا زحمت میکشن. گرچند این هم یک دکانداری است که در مسیر تربوز آوردن به فروش میرسن، کار آسان نیست. واقعا کاری است که در هفته گرم است، اینجا عرق میچکنن، به خاطر رزق حلال روزی حلال میان اینا کار میکنن. واقعا خیلی کار مشکل بود. بله دوستای عزیز، قسمی که دیدین امروز هوا خیلی گرم است و سلیمان جان هم دکانداری کرد. خب امروز چقدر مزد جمع کردید و به دکان تسلیم کنیم؟ راست بگویم دروغ. خب چیزی که دکانداری بود، چیزی که نتیجه گرفتی امروز؟ 3 دانه فروش رساندیم دیگه، پولش هست در جیبم دیگه، تقریبا 3.5 افغانی میشه، چون که ما 3 دانه فروش رساندیم. چون در یک وقت واقعا بسیار مشکل است که اینا صبح میان، صبح وقت تا شام کار میکنن، آیا به فروش برسه نرسه. تربوزم قیمت است. والا سلیمان درکش خیلی بالا بوده، در یک روز درک کرده، فهمیدم از وضعیت مردم و هم از وضعیت دکاندار. من چون صاحب دکاندار چی شد که بله دوستای عزیز، فعلا باید سلیمان جان پول دکاندار را تسلیم شوند. خب مزد که امروز جمع کردی برشون بده. دوستای عزیز، قسمه که چندان تربوز به فروش رساندیم، واقعا کار خیلی دشوار بود. واقعا ما تربوزایی که به فروش رساندیم میرم پولش به اینا به تسلیم میرسانم. بفرمایید. ببخشید امروز برای سلیمان چی میگن؟ براتون 3 تربوز به فروش رسان شاگردانگی مزدشون نمیدین؟ او مربوط خودتان میشه که چند میتین؟ خب دوستای عزیز، 3 دانه تربوز به فروش رساندیم. واقعیتش اونقدر فایده هم نکرد، چون که ما امروز دکانداری کردم، به نظر من چندان فایده هم نکردیم. خب امروز چون که برنامه اول بود، من امروز مزد نمیگیرم، چون امروز شاگردانه کار کردم که کارم یاد بگیرم. درست است؟ بله دوستای عزیزی، بود برنامه امروزی ما. امیدوار هستم که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و ما تونسته باشیم چند لحظه لبخند بر لبان شما عزیزان آورده باشیم. خب برنامه ما را تعقیب کنید، از کانال یوتیوب 7 استار استودیو فراموش نکنید. اگر میخواین که برنامه ما را بیشتر تماشا کنید، سابسکرایب فراموشتان نشود. تا برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یکتان در پناه خداوند باشین. خب دوستای عزیز، قسمی که برنامه امروز ما رو دیدین، واقعا هوا خیلی گرم است. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان. سابسکرایب هم یادتان نره. خدا نگهدار.